سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که عالی باشین. امروز میخوایم با 5 کار که باعث تنبلی و نرسیدن به هدف هامون میشه آشنا بشیم. یک، کارهای غیر ضروری. انجام کارهایی که اولویت کمتری دارن و باعث میشن ما کار اصلی و مهممون رو به تأخیر بندازیم. به عنوان مثال تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه‌های اجتماعی به جای انجام کارها و وظایف روزمره. 2. برنامه ریزی مناسب، یعنی ما نتونیم هدفهامون رو تعیین و یک برنامه ریزی خوب براشون ایجاد کنیم. این باعث تبدیل شدن روزانه به چالش بودجه زمان و ناتوان شدن توی به دست آوردن نتایج مطلوب میشه. 3. علاقه‌مند شدن به کار دست و پا شده، یعنی درگیر شدن توی فعالیت‌های گیرا و ساده، مانع پذیرش چالش برانگیزترین وظایف محسوب میشه. به جای اینکه به سخت‌کوشی و پرکار بودن خودمون فکر کنیم، سعی کنید توی حل مسائل پیچیده و بهبود فرآیندها تمرکز کنید. 4. عدم مدیریت زمان. شما وقتی نتونی برنامه ریزی کنی و به مدیریتت زمان ببخشی، باعث تأخیر توی انجام وظایف میشه. این ممکنه به دلیل عدم تعیین اولویت‌ها، عدم تقسیم زمان به صورت مناسب یا عدم انجام وظایف در زمانهای مناسب باشه. 5. تعویق کار. ما بیشتریامون عادتمونه که کارهامون رو به تأخیر بندازیم و همیشه کارهامون رو توی لحظات آخر انجام میدیم. این باعث ناتوانیمون توی رسیدن به اهداف مطلوب میشه. این رفتار معمولاً ناشی از فرار از استرس یا نگرانی و باعث تأخیر در شروع و پایان دادن به کارها میشه. خب بچه ها، رسیدیم به آخر ویدیو. خیلی ممنونم که ما رو تا اینجا همراهی کردین. چنل ما رو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.